الله الرحمن الرحیم. 2025 فوریه 15. امروز هوا خیلی سرد است، همه جا یخ بندون، یخ بسته شده. یک کمی هم برف باریده، ولی ما همچنان در فعالیت هستیم. آب از جوب داره میاد. این به معنی اینه که کارخونه داره کار میکنه. جرثگیر آماده برداشتن سنگ و حوضچه هایی که یکی لجن میره به اون یکی داره نشون میده اونهاش لجنا رو ببینین زیر یخ داره میره. بعد از این ور تصفیه آب رو میده به این، آب رو به اینجا میده. الان اون پمپ داره کار میکنه. البته یخ بسته بود، با آب گرم باز کردیم، از اینجا آب رو انتقال میده. انتقال میده از اینجا. آره اینم باز شده. این دستگاهمون آبش داره میاد، آماده برای کاره. این زیر سنگا رو که تهش مونده واسه تزیینات میبرن، واسه تزیین یه رستوران، یک غذاخوری. و از این آبی که میاد اینا یخ بسته، سنگا رو همینجا بر میداریم.